تفتیش پرونده جنایتی ژورنالیست و بلاگر جوان تاجیک دلیر بوبیف که با تخلص دلیر امامعلی معروف بود به انجام رسیده، به او عیبنامه نهایی اعلام کردند و پروندهش روزهای نزدیک به دست دادگاه سپرده می شود. در این باره مرکز مستقل حمایت حقوق بشر روز 20 سپتامبر سال 2022 خبر داد ادوکات عبدالرحمن شریپوف که این زمان برای حمایت حقوق دلیر امامعلی و همکار او عبدالله غربتی استخدام کرده بود، گفته است که روز 15 سپتامبر سال 2022 او و ادوکات دوم دلیر امامعلی سعدالله قیومزاد را به دادستانی نویه شومنصور دعوت کردند. به ما اعلام کردند که تفتیش پیشکی پرونده دلیر امامعلی به انجام رسیده و به او عیبنامه نهایی اعلان می شود. خود همان روز در حضور ادوکات ها در سزای رقم 1 در شهر دوشنبه به دلیر امامعلی اعلام کردند که مبلغ درآمد از حساب صاحبکاری غیر قانونی یعنی از حساب بلاگری به دست آوردهش اساس می‌دهد که اعمال او را به جای قسم یکم ماده 259 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان بر اساس قسم دوم این ماده جمع بست کنند نقل کرده است. ادوکات به گفته او همان روز 15 سپتامبر به دلیر امامعلی عیبنامه بر اساس 3 ماده کودکس جنایتی اعلام کرده شد. قسم یکم ماده 346 رسانیدن خبری بر دروغ، قسم دوم ماده 259 صاحبکاری غیر قانونی و قسم دوم ماده 307 علاوه 3 همکاری با سازمان‌های ممنوع. همان روز دلیر امامعلی را در حضور ادوکات ها با مواد پرونده شناس کردند و مفتشان دادستانی نویه شومنصور به دلیر امامعلی خبر دادند که بعد تایید و تصدیق فکر عیبدارکنی پرونده او به دادگاه ارسال می شود. عبدالرحمن شریپوف افزود که از بس که خویشاوندان دلیر امامعلی برای او ادوکات پولکی کرا کردند، با همین مرکز مستقل حمایت حقوق انسان ارائه کمک حقوقی بی پول به این ژورنالیست را به پایان می رساند و از این رو عبدالرحمن شریپوف دیگر به حیث ادوکات دلیر امامعلی در مرافعه دادگاهی اشتراک نخواهد کرد. در جریان مرافعه خدمت‌های حقوقی را تنها ادوکات می‌رساند که خویشاوندان دلیر امامعلی تامین کردند، گفته است در انجام عبدالرحمن شریپوف. دلیر امامعلی ژورنالیست، هنرپیشه و بلاگر مستقل روز 15 ایول سال 2022 در پی نشر سلسله ویدیوها درباره تخریب خانه‌های مردم در محله پنشهر نویه شومنصور به حبس گرفته شد. خود همان روز مقامات نویه شومنصور با بهانه گویا به کارمندان میلیسا زوراوری نشان دادن ژورنالیست عبدالله غربتی را که در تهیه ویدیوها به دلیر امامعلی کمک میرساند نیز به حبس گرفتند. تنها بعد بیش از 1 ماه حبسش مقامات خبر دادند که دلیر امامعلی به صاحبکاری غیر قانونی، نشر خبری دروغ و همکاری با سازمان ممنوع عیبدار می شود. اتهام همکاری با سازمان های ممنوع در برابر زوراوری و تحقیر نماینده دولت به عیبنامه همکار دلیر عبدالله غربتی نیز افزوده شده است. گروه 24 و حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، دو سازمان اپوزیسیونی فعالیتشان فعلا در تاجیکستان ممنوع، اصرار داشتند که دلیر امامعلی، عبدالله غربتی و هیچ کدام دیگر از ژورنالیست های اخیراً در تاجیکستان حبس شده عضو آنها نبودند و همکاری هم نداشتند. از میانه های ماه می به این طرف مقامات تاجیکستان دست کم 12 ژورنالیست و بلاگر از جمله 6 زاده بدخشان را به حبس گرفتند. سازمان های بین المللی حامی حقوق انسان و حامی آزادی مطبوعات از جمله کمیته دفاع از ژورنالیستان از مقامات تاجیکستان خواستند که دلیر امامعلی، عبدالله غربتی، زفقبیک سیدامینی، عبدالستار پیر محمدزاده، الفت خانم محمدشاه و خوشروز جمعیف متخلص به خوشام گلیام را آزاد کرده به تعقیب ژورنالیستان و کوشش‌های با تهدید و ترس به زندان انداختن بستن دهان مطبوعات خاتمه دهند. دوشنبه به این دعوت‌ها تا حال واکنشی نکرده است.